پذیرش امروزمون مزدا تیری از جلو ضربه خورده، گوشه سپر در اومده و دریاغ پشت رادیات هم جمع شده، سر شاسی ایراد پیدا کرده. میریم برای باز کردن و کشیدن قسمت جلو. سپر مزدا باز شد. میبینیم که همینجور که میبینین دریاغ چقدر له شده. له شدگی گوشه های سر شاسی یا همون سر دریاغ. البته خب این مزدا دریاغاشون دو تیکه هست، سر شاسی جداست، یعنی شاسی مجزا و دریاغ مجزا. میریم برای کار صاف کاریش، انشالله که یه کار خوب و مرتب تحویل مشتری.